شیرین زبونی کرده خرید مفت فردا، یکی به دادم مرسه و ویلا، یه دل داره هزار تا سودا، دل بر من به جای دل گذاشته سنگ خاره، حالا با هم یکی به دادم مرسه و ویلا، یه دل داره هزار تا سودا. چنت سی جی سوزنت رو این آهنگ گیر کرده امروز. اکای هموم سوخته؟ اگه سوخته زنگ بزنم لوله کش بیاد. اکو ربطی به لوله کشی نداره، باید زنگ بزنی آتیش نشونی. آره اینقدر سوزناک میخونه جیگرم داره آتیش میگیره. یخ نزنید یه وقت ما این همه نمکی که میریزید. حالا بگذاریم ببینم کسی 2000 تعجیبش داره؟ حالا گیریم که داریم، میخوای چی کار کنی؟ آقا تعجیب من حقیقتش داره پشه پر میزنه. این تاکسی هم که اصلا کفاف خرجمونه نمیده لامصب. 4 روز دیگه هم با قصه آر پی جی بدیم کلا بدبخت شدیم. میخوای چه خاکی تو سرت کنیم؟ تو سرت نه، تو سرمون. باید بزنم توی بیزنس جدید. حالا چه کاری؟ نمیدونم. پیشنهادی دارید؟ بزنیم تو خط همین آتیش نشونی. فکر بعدی هم نیستا. شما با آتش نشانی تماس گرفتید. لطفاً بفرمایید. الو سی جی خودتی؟ تو ایرایدر؟ 100 دفعه بهت گفتم وسط کار به من زنگ نزن. چی میگی بابا؟ مگه به گوشیت زنگ زدم؟ خونه آتیش گرفته، زود خودتو برسون. چی؟ چجوری آتیش گرفت؟ خب چهارشنبه سوریه دیگه، هر کی یه چی دستش گرفته میفرسته رو هوا. یکیش خورد تو خونه، زود باش. الان خودم میرسونم نترس. آتیش کوپ است. زرش الان که فروردینه منو سر کار میذاری؟ آفرین داداش، امروز فروردینه و دروغ 13 رو باید میچسبونیم به سریع ترین آتش نشان لس سانتوس. پولدارمون کردیم با موشا. حداقل کمتر فکر کنید من زنده بمونم بتونم یه کاری کنم. جون من نمیخوای امتحان کنی؟ واقعا چرا به ذهن خودم نرسیده بود؟ وای. پیشنهاد بعدی. نظرت با خلبانی چیه؟ فکر بدی هم نیستا. مسافرین محترم، 2 درب در عقب، 2 درب در جلو. چی داری بلغور میکنی؟ خب دارم درا رو بهشون نشون میدم. باز تو بساط سیخ و سنگ تو راه انداختی؟ خودمون دوتاییم فقط احمق. به هر حال وظیفه دارم استانداردا رو بهشون نشون بدم. آره جون خودت، تو راست میگی. اگر درست بشون. چرا داری از این مسیر میری؟ اینجوری تا شبم نمیرسیم. بزن یه را میانبر. مایکل شوماخر مگه اینجا جاده است که میانبر داشته باشه؟ وسط آسمونی ما باید با برج مراقبت هماهنگ کنی. بسپار به کمک خلبانت، الان حلش میکنم. از پرواز گروب استریت به برج مراقبت. برج مراقبت، صدای منو دارید؟ ما این مسیر کوتاه‌تر نیاز داریم. فکر کنم خلبان دچار بیرون روی شدید شده و نیاز داره زودتر به خشکی برسه. چی داری میگی مرد؟ پرواز گروب استریت برج مراقبت صحبت میکنه. صداتون رو داریم. امروز آسمون دربست در اختیار شماست و هر جا که عشق میکنید فرود بیاید. دیدی حلش کردم. اول اینکه چرا از من مایه میذاری؟ بعدش هم این دیگه کی بود؟ تو برج مراقبت که اینجوری حرف نمیزنن. کچ کن بابا فرمونو. سرما خورده بود لابد. بده من اون بی صابو. خلبانی هم به درد نخورد. پشت اولا. همتون از تو ماشین گم شید پایین و خواهشن دیگه فکر نکنید و سعی کنید این مغزای آکبندتون رو همینطوری پلوب نگه دارید. خودم این کاریش میکنم. خب چرا حالا ما رو پیاده میکنی؟ چون با 4 نفر نمیشه مسافر کشی کرد. زود پیاده شید.
یه سعی دارم اسمش رایدره. به نظرت لامورگینی خوبه یا فراری؟ سلام دوستان من دکتر جانسون هستم، فوق متخصص بازارهای مالی. چه جالب. حالا واقعیه؟ چرا نباشه، من که پایم. بریم تو کارش.